سلام آقا، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. مرسی، متشکرم. من دیروز همسرم اومدن از شما یک کالیمبا برای من خریدن. بخاطر اینکه من رنگش رو دوست نداشتم، میشه عوضش کنید یه رنگ دیگه بهم بدین؟ ذاتا شما همسر آقای محمدی هستین؟ بله، میشناسیدشون. آره، دیروز اومدن یه هنگدرام اسلپ برای مادر شوهرتون گرفتن، یه ویولون یاماهای خوب برای خواهر شوهرتون گرفتن، یه گیتار یاماهای خیلی خوبم برای داداششون گرفتن. این پیانو هم که بسته‌بندی شده آماده است برای منشیشون گرفتن. کالیمبا رو برای من خرید؟ این کالیمبا هم اشانتیون بهشون دادیم که حالا مثل که تقدیم به شما کردم. اشانتیون؟ بله. واسه مامانش و خواهرش و داداشش. بله. پیانو برای منشیش. مثل که اینو اشانتیون دادی برای من آورده؟ فقط این لباش خیلی تیزه، موقع زدن حواستون باشه. موقعی زدن آقای محمدی یا زدن کالیمبا؟ اون دیگه تصمیم بوده خود. آقای محمدی اتفاقا خودش هم الان تشریف میاره برای این پیانویی که برای منشیش گرفتن. حالا آها، پس که میاد ببره برای منشیش. بله. فقط در کنار تیز بودن لبه اینا جنس چوبش هم محکمه؟ برای چی؟ برای برخورد با سر آقای محمدی. والا اون دیگه به سر آقای محمدی بستگی داره و خودشون هم اومدن. پس که اومد. سلام. پیانو سلام. آماده شد. بسم الله الرحمن